بدید. خیلی خوشحالم. در خدمت شما باشیم چند لحظه ها. بفرمایید. سلام علیکم دوستان عزیز. من دکتر طاهری تاجیک از تاجیکستان، قهرمان خلق داغستان، رئیس اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان، مؤلف 70 کتاب و برنامه چطور آدم باید 150 سال عمر بیند. حتما این عملی شدنش لازم هست. برای همین برای شما دانش ضرور است. دانش از مکتب آموزاندن در کار هر چقدر اگر شما نسبتی سلامتی خود غمخوار باشید حتما عمر دراز می‌کنید. من برای شما یک چند مشق نشون میدم. اساس بدنی انسان یک دو، مثلا آفتاب نور نباشد هیچی نیست زندگی باید. حالا امروز ما چیزهای باقی داریم، از شیب میگرونن، روزانه از آفتاب انرژی میگیرن، شب در میگن. دویم دارو این نفس است. انسان وقتی که تولد میشد نفس میگیرد، وقتی که میخوافتد نفسش میبرد. گوش کنید، شما میخواید از 10 دقیقه بعضی مشقهای من شما من نشون کنم. مشق نفس. بینه که نفس میگیرید منم 15 سکند داشته میرسید، نفس میگیرید، بینه روز بکنید تا 1 دقیقه. به واسطه همین کاری که عمل کرده دوره کووید به کسی که منم گوش کرد یا کس نفهمید است. سلامتی شما برقرار میشن. من با همه شما سلامتی روی دراز کار میکنم. مرحمت به تاجیکستان. بهترین پزشک سال 2004 جهان آقای دکتر مولاجور طاهری. البته ایشان مولی سینای ثانی نیستن. مولی سینای ثانی پروفسور موسیبند همدان هست، مخترع قلب مصنوعی جهان و مخترع 36 فناوری پزشکی در کل جهان و تاثیرگذار در 146 اختراع پزشکی در کل جهان که 36 تاش مال خودش هست، از جمله اختراع قلب مصنوعی جهان پروفسور موسیبند و گرفتن DNA بدون خون با اثر انگشت هست، با اثر انگشت بدون DNA. دوستانی که همدان تشریف آوردن حتما اونجا